سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. موضوع ویدیو امروزمون راجع به 13 تا نکته‌ایه که قبل شروع هر کاری باید بدونیم. اصلا 99% اینکه کارامون نتیجه نمیدن و با شکست مواجه میشن خاطر اینه که این 13 تا نکته رو نمیدونیم. اولش خیلی مهمه، پس توصیه میکنم که از دستش ندیم. خب اولین چیزی که خیلی مهمه، نکته اولمون دوست داشتن اون کاره. شما همیشه کاری که میکنید یا دوست دارید یا دوست ندارید اون کار رو انجام بدید. سعی کنید همیشه اهدافتون رو جوری انتخاب کنید که دوست داشته باشید اون کار رو. یعنی اولویت اولتون این باشه که اون کار رو دوست داشته باشید یا شما رو به چیزی که دوست داریم برسونه. این باعث میشه با انگیزه بهتری اون کار رو انجام بدید و طی اون مدت زمانی که برای انجام اون کار برای خودتون زمان میذارین در جهتی باشه که زندگی کنیم. یعنی ما چیزی که دوست داریم رو زندگی میکنیم، کار نمیگیم دیگه، بهش میگیم زندگی. یه حالت برد برای خودتون اتفاق میافته. پس علاقه و میل قلبی شما برای انجام یک کاری باید اولویت شما تو انجام دادن اون کار باشه. اگه علاقتون باشه قطعاً این هدفتون یا این کاری که میخواین انجام بدید در آینده شما رو به چیزایی که میخواین میرسونه و احتمال اینکه با شکست مواجه بشه این کارتون زیر 20%. یعنی 80% کار رو همون اول انجام میدین شما. موضوع بعدی سکوته. قبل از اینکه هر کاری بکنی سکوت کن، به هیچ کس چیزی نگو. الان مثلا یه روباه صدای خرگوش رو میشنوه، بدو میره سمتش. آیا به خاطر کمک میره؟ حس میکنه که این داره صدا میده نیاز به کمک داره؟ نه، پی منافع خودشه. تا شما سکوتت رو بشکنی هر کس پی منافع خودش میگرده. مراقب روباهای دور برتون باشین. من این سکوته شما رو از خیلی چیزا حفظ میکنه. یک محافظه از کاری که انجام میدید در برابر کسایی که میخوان به کار شما ضربه بزنن. خیلی ها مثلا وایب منفی میدن به کارتون، مثلا ایده‌تون دزدیده میشه. خیلی جا سکوت کنید راحت تر به موفقیت میرسید. تا وقتی که رازدار خودتون باشین انگیزه باهاتون میمونه. مورد بعدی، باید هر روز یاد بگیرید. مورد سوم یادگیریه. راجع به اون کاری که میخواید انجام بدید هر روز باید یاد بگیرید. یادگیری طی هفته حداقل باید 5 ساعت باشه. یعنی حداقل باید هفته‌ای 5 ساعت راجع به اون کارتون یاد بگیرید. اگه میخواین کسب و کاری راه بندازین باید براش 5 ساعت هر هفته وقت بذارید. اگه میخواید فروش کنید 5 ساعت برای مهارت‌های فروش وقت بذارید. کلا باید مدام در حال یادگیری باشید. مورد چهارم، باید برنامه داشته باشین برای هدفتون. هدفتون رو، کارتون رو به کارهای کوچیک‌تر تقسیم کنید. هدف باید با برنامه پیش بره. وقتی ذهن شما از راهی که میخواین برین هیچ ویژنی نداره، قطعاً اون کار براش سخت‌ترین کاره. هدف بچینید، راه بدید به ذهنتون، مسیر رو مشخص کنید، از وقتتون بهترین استفاده رو بکنید و در نهایت به هدفتون میرسید. مورد بعدی، مسیر موفقیت صاف و خطی نیست. پر از پیچ و خم، بالا پایینه، یه روز خوبه یه روز بده. یعنی هر کس که میگه مثلا مسیر موفقیت اینجوری صاف و خطی همش باید پیشرفت کنی اشتباه میکنه. بعضی وقتا پیشرفت ما اصلا از جای شروع میشه که از ضرر برمیگردیم.
از اون لحظه پیشرفت شروع میشه. ما نمیبینیمش، ولی یک مسیر صاف نباید در نظر بگیرید. باید بجنگید برای خودتون. اینجوری بهتره اینجوری بگم که آزمون خطا کنید. هر کسی اشتباه میکنه. ما هم به عنوان انسان اولین باره که این کار رو تجربه میکنیم و حق داریم که توش اشتباه کنیم. خودتون رو ببخشید. از اینکه اشتباه میکنید هم نترسید، چون این مسیر صاف نیست. یه چیزایی باید توش یاد بگیرید. پس بالا پایینای خودشو داره همیشه کارها. پس جا نزنید. مورد بعدی، مقایسه نکن. هیچ وقت خودت رو با کسی تو کارت مقایسه نکن. تنها فردی که میتونی خودتو باهاش مقایسه کنی دیروز خودت. شما باید پیشرفت خودتون رو مقایسه کنید، نه اینکه فلانی این کارو کرده من نکردم. نه، فلانی کرده برای خودش. شما حق دارید که خودتون رو با خودتون مقایسه کنید. اگه مقایسه کنید انگیزتون، همه چیزتون از بین میره. تا وقتی که خودتون حریف خودتون نشدین اصلا کاری رو شروع نکنید. اگه میخوای پیشرفت کنی قطعا باید خودتو با خودت مقایسه کنی. مورد بعدی، از کسی انتظار نداشته باشی. شاید این چیزی باشه که خیلی‌ها باش مخالف باشن، ولی واقعیت اینطوریه که وقتی که یه چیزی شروع میشه، یه کاری شروع میشه، یه هدفی شروع میشه، شما نباید انتظار داشته باشین از کسی. خودتون، نه خودتون تنها. تا وقتی انتظار نداشته باشین، اگه کمکی هم بهتون برسه، یعنی یه چیز اضافه است، باعث انگیزه بیشترتون میشه. ولی اگه انتظار داشته باشی و کمک بهت نرسه، دیگه همونجا جاییه که هدف، کار، هر چیزی تموم میشه. مورد 8، اعتماد نکنید. توی کسب و کار و سرمایه ما به هیچ کس نمیتونیم اعتماد کنیم. اگه کارتون در این موارده، اعتماد رو باید بذارید کنار. اعتماد اصلا نمی گنجه. تو مسائل مالی که اصلا باید کلا بدبین باشید. اعتماد هیچ وقت، یعنی آخرین کاری که میکنید اعتماد داشتن به کسیه. یعنی اینو بذارید برای خودتون که هیچ وقت انجامش نمیدین. حتی کار هم نابود شد، هدف هم نابود شد، اعتماد نکنید به کسی. مورد بعدی، شما میتونید مشاوره بگیرید از خیلیا، ولی باید تصمیم نهایی رو خودتون بگیرید، چرا که این زندگی شماست. هر کس هر نظری داره میتونه به شما بگه، تصمیمتون رو هم شاید تحت تاثیر قرار بده، ولی در نهایت این زندگی شماست و تصمیم رو باید خود شما بگید. مورد بعدی، گذشته ها رو بیخیال، آینده رو هم بیخیال. فقط روی حال باید تمرکز کنی وقتی کاری انجام میدی. نمیدونم قبلا اینطوری شده یا شاید اینجوری بشه، فقط اون لحظه داری از هدفت دورتر میشی، از کارت منصرف میشی، فقط روی لحظه تمرکز میکنی. اون لحظه تو چه جایگاهی هستی. اگه به روز قبل و روز بعدش فکر کنی مدام، باعث میشه که تو از وقت استفاده بهینه نکنی. مورد 11، فقط به فکر خودت باش. تو کاری که انجام میدی به فکر خودت باش، به فکر کار خودت باش. بقیه برات نباید مهم باشن. اگه هنوز نمیتونی به بقیه فکر نکنی، خب این کار رو شروع نکن. چون هدف تو برای تو مهمه، برای کس دیگه ای که مهم نیست. و اگه اجازه بدی که کس دیگه ای
بیاد جای هدفتو بگیره، خب بهتره که شروع نکنی این کار رو. فقط خودت به فکر خودت باید باشی. مورد 12، رویات رو بزرگ بگیر، بالاتر نگاه کن. هر چقدر از این بعدی که داری خارجتر بشی و هدفت رو بزرگتر انتخاب کنی، شاید توی مسیر به اون چیزی که مد نظرته برسی. مثلا فکر کن یه نفر ماشین میخواد، اگه هدف اولیه‌ش رو بذاره مثلا پراید کف، شاید به موتورم نرسه. ولی شما هدفتو باید یه جوری انتخاب کنی که اگه اون نشد همیشه چیزی باشه که راضیت کنه. پس هدفت رو بزرگ انتخاب کن. نمیگم مثلا خارج از محدوده‌ای که فکر میکنی بهش انتخاب کن، اصلا یه چیز غیر باور، ولی خب بزرگتر از اون چیزی که میخوای در نظر بگیر تا حتی الامکان اون چیزی که میخوای رو به دست بیاری. یعنی شروع کارت باید اینجوری باشه. مورد بعدی، روی داشته هات تمرکز کن، روی نکات قوت، روی چیزایی که میخوای به دست بیاری با این کار تمرکز نکن. ببین چی داری، از داشته هات بهترین استفاده رو بکن. ما وقتی که از داشته هامون استفاده بهینه بکنیم، بقیهش خود به خود حل میشه. پس باید روی داشته هامون سرمایه گذاری کنیم، نه روی چیزایی که نداریم. چی داری؟ مثلا برای خودت بنویس من وقت زیاد دارم. خب وقت زیاد دارم، مثلا میرم آموزشش رو خودم پیدا میکنم، دیگه پول نمیدم یا آموزشی بخرم. وقت زیاد دارم، یه سری کارها رو خودم انجام میدم. چی داری از اون استفاده کن. در نهایت هم سعی کنید برای کار و تفریح به صورت جداگانه وقت بذارید و جایزه خودتون باشه یک تفریحی برای این کاری که انجام میدید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. پر انرژی باشین. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.